آیا هر انسانی میتونه عاشق خودش بشه؟ دروغ که نمیخوام بگیم، بحث رابطه است، رابطه که تظاهر نیست. به نظر شما کدامین انسان ها تو این جامعه ما، تو این فضای زندگی ما، کدامین انسان ها واقعا عاشق خودشون هستند؟ و وقتی میرن جلو آینه وای میسن میگن فتبارک الله احسن الخالقین، یک لبخند رضایت از این که در این دنیا چه میکنند، راضیان از خودشون، از عمل کردشون، عاشق خودشونن. بنابراین ای عزیزان دل من که دل میخواد در بحث ارتباط موفق بشی، شعار نده. اول باید به ارتقاء خودت بپردازی، عیار خودت بری بالا، آموزش های خودت عالی کنی، چیزهای عالی یاد بگیری، کتاب های مختلف بخوانی، میدونی تا بتوانی چنگی به دل انسان ها بزنی، وگرنه آدم دوستت نخواهند داشت. اینو مطمئن باش. شعار نده. چه چیزهایی در زندگی است که باید اصلاح کنی در دنیای خودت، در شخصیت؟ اساس این که بتوانی با انسان ها ارتباط قشنگی برقرار کنی این هستش که با خودت ارتباط زیبایی برقرار کنی. تو نمیتوانی با هیچ انسانی ارتباط برقرار کنی مگر قشنگترین ارتباط با خودت برقرار کرده باشی.